السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، چون که میبینین لباس های زنانه برای خواهران مسلمان، برای خواهرانی که نمازخوان هستند، زنانی که عبادت الله میکنن، کسانی که حج میرن که حج میآین، مثلا لباس های هستن که میتوانن که انشاءالله که بپوشن در خانه. هم لباس های هستن که نزد شوهر پوشیده میشه، هم لباس های هستن که در خانه و هم در بیرون، و همچون حجابا و نقابا هم هستن. این رقمی حجابا هستن، یعنی چند نوعش هسته و کرتاها چنان که میبینین چند نمودش هسته. میتوانین که انشاءالله زنگ بزنین برای پر معلومات گرفتن. رقم ها در روی اکران برای به مثل ابایه و رکشا دانینو و هستن ادنتانی برای کسانی که یعنی نمیخواه هر چیز. این گونه لباس ها هستن. بگیم اینها این بلوش خلط داره و به خودش ابایه به یگون ندپیس به یگون چیز عادی کرده. فقط همین رقم ها که در روی یک هستن، همین ها را فقط زنگ بزنید. رقم های کارخونه ما دانه اینها. ببین لباس ها کسی که مدل نمیخواه اینها مدل نی. کسی که مثلا میوشه هایی کنی با خوب میشه. و این هستن خیلی کشود، نه خیلی کشود هستن، میوشه باندی تو تنگ میشه. و این گونه هستن. با واسطه پشته با تمام شهرهای روسیه روان کرده میشه. و فقط یه زنگ بزنین. و همچون بگیم رومال ها نه کتایی که در جای بینین خیلی وقت میپوشش، این خیلی میشه. و اینها بسم الله اینها عادی چخیل تنم نو دختن کنم خیلی اینی خیلی میپوشش. فورت ایش هم میبندی، نفرات دویش میکنی. مثلا هویایی بستگی نیستن که ابدی در بدن باشن. یعنی همین گونه چند نوع هستن برای که بخواین که چند نموداشو برای شما صورت بگیرن، روی کنن که در بدن خودشون در تن خودشون بپوشن، برای شما صورت بگیرن. زنگ بزنین براتون ان شاء الله که چه میکنن روی میکنن. برای نمازخوانی به خوبه. دیگه متریالش هم خوبه. بعد دوختش هم کشاد هستن که عورت نمایان نمیشه الحمدلله. یعنی اظهار عورت مسلمان نمیشه. و چند نوعش از سویتاش، رنگاش، مدلاش، فساناش چند نموده هستن. فقط زنگ بزنین عادی برای خانه پوشیده ماشاءالله هم. و همچون در بیرون هم میشه پوشیده. اینها زنگ بزنین انشاءالله که در خدمت هستن. ما همیجا لباس ها برای خانگی همون هم میخریم. گاه وقت که لباس که در کار شما میخریم. و همچنین برای شما هم توصیه داده میتونین که بیاین در خدمتن. همچنین میتونین که در صدوا دوبروفکا هم هستن در شهر مسکو. و همچنین با واسطه پشته برای شما روان میکنن. فقط یک زنگ تلفن و خدمت رسانی از جانب اینا برای مادران کلانسال به نهایت خوبه ان شاء الله. فقط یک زنگ تلفن کنین که اپا جان امرا روان کنیم. تمام در واتساپش بنویسین، صورتاشون روانتون میکنه. با بخملی هسته. اینها چند نوعش هسته. برای پر معلومات فقط زنگ بزنین. پر بگیم لباس ها هستن. مثلا دیگه دکان هم هست. دیگه ما سیمکا کسیم با خاطر که همسوش در دست من میغلطه هم رو نشون دامتیم. اینه برای تویونه، برای که حج میای حاجیانه. اینش برای بیمارای جین زده. خلاص که اینها زنگ بزنین خلاص. در طرف بیرونش میتونین که انشاءالله که برای خریداری کردن دستفکه به تمام شهرهای روسیه و همچنان مسکو میتونین که به صدوا بیاین. لینیای G مثل او 10 او کورپوس دیمتر. صد پر معلومات گرفتن رقم در زنگ بزنین بهتر میشه انشاءالله. این هم دکان در سای رحموندگی خوبتر بهتر از دیگه شهرها باشن اگر با واسطه پشته قطعی روانتون میکنن. همین خیر.